حاجی هر چی خواستم این مرد برای من کرد. حاجی گیر دادم بودم من عاشق این ماشینم. 350,000 دلار دادیم ماشین خرید، یک بار پشت فرمونش نشست، خوشش نمیومد، فقط خرید که من حال بکنم. اون مثل داداشم بود. سوار که میشدیم من نگاه میکرد میگم آقا این چیه گفتی بریم بخریم؟ حوصله نداشت، تکون میخورد. داره خودش میدونه با کیه. 6 ماه سوار شدم، 1 سال بودم حاجی خسته شدم، با 100,000 دلار ضرر فروخت. قرآن مجید. برای همین عکسش دادم رو سینم. این عکس حاجیه. اون مثل داداشم بود. برجا سر زدن پول چی داری؟ یاد تو افتادم بهشون گفتم برادر چی داریم. به ابوالفضل به خاطر چینا زندگی درست رو من یاد. امروز اکسیژن زده بود حاجی، اصلا داشت گریم میگرفت. خدا شاهد. برام اونی که عقص باختمش تو رفیقشو برنده ببینه یادم داد. خدایی میگم حاجی رو خیلی دوست دارم، خیلی. شاید قدیر بیشتر. من که دیگه انتظاری ندارم ازش جز یکی که پیشرفت بکنه و ما پوز بدیم. الان اکسیژن زده اینو دیدمش به روح مادرم از او گریم میگیره. آسمونش اگه ستاره نداشت با چرا قوه بالا سرش بودم. برای همین عکسش دادم رو سینم. این عکس حاجیه. اگه لخت میشدن بالا پرش بودم که پرواز یادش نره، حفظ بکنه آسمونا مالمان، حتی اگه باشه سلول درش سب. حاجی این طلا فرشته با من مریض میشم باورت نمیشه، مثل یه دایه دور من میدوه.